یکی از کباب مرغ است، چوپان کباب مرغ است و یک خوراک از یک است 4 است. این به سیستم مرغای سعودی عربستان مساله میشه. اصلا نام اصلی از این نام مرغ الفام است. قسمه که شما در تصویر میبینین همین دقیقه ما که مقدار گوشت آماده کردیم و در این موادهای لازمش هم میاندازیم و میخوایم که اگر پیشامی مزه‌دار آماده کنیم تا شما هم بخورید نوش جان کنید که هر در خانه آماده کردیم. گوشت ما تقریبا 1 سیر است. در 1 سیر گوشت ما 2 عدد پیاز میاندازیم. پیاز رو به این قسم میده میکنیم که پیازش این قسم که شما میبینید و قدر زیاد میده نمیکنیم که پیاز باز در ماشین هم کشیده میشه و کمی که مرچ تازه هم میپرتیم و مقدار ضرورت مرچ تازه مزه‌دار میکنه تمام غذاها را. و اگر دوستایی که خوش دارن که زیادتر هم تند تیز بخورن با میتونن که مرچ تازه‌ش زیادتر پرتن. اکا جون بله دیگه و یک مقدار سیر هم آماده کردیم. پیش از پیش سیر پوست کردیم به صورت منظم. قسمی که شما میبینیم به قاب میبینیم با 1 سیر همین گوشت ما تقریبا 2 غوزه سیر باشه کفایت میکنه. سیرش هم میاندازیم. دیگه پیاز پیشتر 1 دانه انداخته بدیم و 1 دانه دیگه هم اضافه میکنیم پیاز. بازیره که اخته کردیم چند دقیقه تو میمونیم. این وقتگیر نیست ای. فقط این گوشت که آماده بود فقط این اخته میکنیم شه و نمک هم به قدر ضرورت میاندازیم. دوستان نمک رو انداختن نه؟ نمک هم به قدر ضرورت به این شکل به روش پاش میده میشه. نمک پاش میناله تو مستقیم اینه گت میکنه. تا اصلا میگن که در بین مردم آوازه شده که در بین شامی نان اضافه میکنن. دوستای گپ کاملا غلط است. اگر بخوایم که یک شامی مزه‌دار هم آماده کنیم فقط مواد لازمیش سیر است، پیاز است، مرچ تازه است، نمک است و اگر شما هم دوست داشتین که تو یک بوی خوشمزه بده دیگه کم تخم گشنی اضافه کنیم باز خیلی خوبتر میشه. اگر ما باز هم تو طبیعی جور میکنیم تخم گشنی نمیاد چون بعضی دوستا خوش دارن بعضی دوستا خوش ندارن. از ما کاربار رستوران داره. اگر شما در خانه آماده کردین خوش داشتین باید من تخم گشنی اضافه کنیم. اگر من خودم هم بخورم با تخم گشنی اضافه میکنم. دیگه اینا رو بازی را ما پاکت میکنیم. در پاکت منظم دوباره میبریم باز در ماشین گوشت. دوباره از ماشین گوشت میکشن و باز پسوانتر از ماشین گوشت کشیده بود با طرز تهیه کردن شد با شما نشان میدیم. فقط شامی را در هنگام سیخ کردن دست خود باید با آب تر کنیم که شامی از سیخ جدا نشن. دیگه شامی را به اندازش باید سیخ کنیم. دیگه شما میبینید دیگه شامی را که از ماشین کشیده آورد سیخ کرده رایسیم تا آماده سری کاره شود.
بعضیا میگن که شامی دستی استاد نمیشه. شامی دستی کردن باید دسته آب تر کنی، خب دستی بچسبونی تا از سیخ جدا نشن. به طریقش درست سیخ کنی دستی استاد میشه شامی. مگر همون چانگی نیست. چون تختی آواز باید از اون.